نگاه داشتن رقم 0 در اکسل. اگر ما پیش از یکان رقم 0 نویسیم گم می شود. برای این یکم راه اشاره خطچه بالا می گذاریم 0004 مثلا. دیگر راهش باشد ستون رو انتخاب میکنیم، حجره های لازمه رو انتخاب میکنیم، کنترل ادین، کنترل 1 فرمت یچک پیدا می شود و از اینجا باشد سه فرمتی رو انتخاب میکنیم. در قسم تیپ основной 1 2 3 4 5 6 یا اینکه هر قدر سیمبل خودت می نویسید و اوکی رو زیر میکنید. انا اکنون می نویسیم 1 2 3 مثلا 6 5 تا 0 و 1 6 میگذارد یا اینکه 6 تا 0 می شود. 1 0 0 0 3